از زن با حجاب شیاطین میترسد، از زن با حجاب منافقین میترسد، از زن با حجاب یهود میترسد، از زن با حجاب نصارا میترسد. خلاصه از زن با حجاب کفار روی زمین میترسد. چرا؟ به خاطر که اونها درک کرده میداند که زن با حجاب اولاد مجاهد را در روی زمین تقدیم میکند و تربیه میکند. زمانی که مجاهد در روی زمین تربیه شد، جای برای شیاطین نمیماند، جای برای منافقین نمیماند، جای برای کفار نمیماند، جای برای یهود و نصارا نمیماند. آمدن از این آدرس زن را به ستر میکنن، زن را به حجاب میکنن. پروردگار عالم میگوید ای مسلمان،